اکثرا وقتی که میشینیم رو دمی پلیه قوس میکنیم کمرمون رو. ما این قوس رو در باله نیاز نداریم. ما باسنمون رو به جلو حرکت میدیم و قوس کمرمون رو پر میکنیم. چطوری این کار رو انجام میدیم؟ شکممون رو به داخل میکشیم، انگار که نافمون رو به داخل میکشیم و یک چرخش کوچیک در لگنمون ایجاد میکنیم. یعنی لگنمون رو حول یک محور به جلو حرکت میدیم. پس وقتی که ما دمی پلیه میشینیم، علاوه بر این که نباید باسنمون به سمت بیرون حرکت کنه، باید کمرمون رو هم صاف نگه داریم. یعنی باسنمون به سمت جلو چرخش پیدا میکنه و قوس کمر پر میشه. حالا یه دمی پلیه بشین مونا. مرسی. ببین کمر صافه. بیا بالا. یه بار با کمر قوس بشین. فرقش رو دقت کنید. کمر قوسه. حالا همینجا کمر صاف کن. باسن بده تو. مرسی. کمر صاف میشه. این نشستن سری.